شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ارکستر برنامه سوم به رهبری همایون خرم قطعاتی ضربی و آواز در مایه ابوعطا اجرا خواهد کرد. در این برنامه آوای شهیدی را خواهید شنید. مقدمه از همایون خرم. از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو لیکن عقب ما گذشتیم چه تو با ما کردی تا بمان و دگران با به حال دگران. میروم تا که به صاحب نظری باز رسم، محرم مانم بود دیده کوته نظرم. دل چون آینه‌ای اهل صفا می شکند، که ز خود
که ز خود بی خبرن، این ز خدا بی خبرن. سهل باشد، سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن، سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن، کین بود عاقبت کار جهان می‌گذرد، کین بود عاقبت کار جهان می‌گذرد.
به کوی دل فرو رفتم زمانی به کوی دل فرو رفتم زمانی همی جستم ز حال دل نشانی همی جستم ز حال دل
نشانی. که تا چون است احوال دل من، که تا چون است احوال دل من، که در فغان دیدم جهانی. زغل خود سفر کردم سوی دل، زغل خود سفر کردم سوی دل، ندیدم هیچ خالی زو مکانی.
خدا دان دل دانم دل چی خدا دان دل دانم دل چه داند قدر دل هر بی روانی چه داند قدر دل هر بی روانی به کوی دل فرو رفتم زمانی همی جستم ز حال دل نشانی
که تو با ما کردی تا بمانم دگر